سلام رفیق. تو ویدیوی قبلی یاد گرفتیم چطور بدون مکمل عضله بسازیم. امروز میخوایم مرحله بعدی رو شروع کنیم. برنامه غذایی مخصوص افراد لاغر که میخوان حجم بگیرن. اگه لاغری و هر چقدر میخوری بازم حجم نمیگیری، این ویدیو مخصوص توه. امروز میخوام یه برنامه واقعی و قابل اجرا بهت بدم که خودم به شاگردام میدم. خیلی از افراد لاغر حتی با تمرین منظم به نتیجه نمیرسن، چون بدنشون کالری کافی و ترکیب درست مواد مغذی نمیگیره. امروز میخوایم این مشکل رو با یک برنامه غذایی ساده و عملی حل کنیم. در این ویدیو یک برنامه غذایی علمی و کاربردی میخوام براتون ارائه بدم که این مشکل حل بشه. اما قبلش باید اول یک توضیح کوچیک بدم که اصلاً چرا لاغر هستی تا در خودت ریشه یابی کنی و بعد بری سراغ راه حل کم بودن عضله و وزن بدنت. ببین رفیق، ما 3 نوع تیپ بدنی مختلف داریم: اکتومورف، مزومورف، اندومورف. اون چیزی که تیپ بدنی شما رو تعیین میکنه خیلی وقت پیش از اون که به فکر تناسب اندام باشین اتفاق افتاده. اولین عاملی که باعث لاغر بودن شماست ژنتیکه. اگه شما لاغری رو به ارث بردین و تیپ بدنی اعضای خانواده شما هم اکتومورفه، سوخت و ساز بدنتون بالایه و باید برای حجم گرفتن عضلاتتون برنامه غذایی سخت‌تری رو پیش بگیرید. دومین عاملی که باعث لاغری شما شده بیماریه. اگه به دلیل بیماری یا مصرف دارو لاغر شدین، اول به کمک پزشک بهبودی کامل پیدا کنید و بعد یک برنامه غذایی حجم دهنده داشته باشین. عامل بعدی که باعث شده لاغر باشید تغذیه نامناسبه. اگر کم وزن متولد شدین یا در زمان کودکی و در دوره بلوغ تغذیه ناسالمی داشتین، خبر بد اینه که این گردونه ممکنه وارونه بچرخه و تو سنین بالاتر دوره چاقی رو تجربه کنین. پس شما باید با ورزش منظم و پیروی از یک رژیم غذایی سالم تناسب اندام خودتون رو حفظ کنین. اگه قصد دارین یک رژیم غذایی حجم دهنده رو دنبال کنین، اول باید بدونین حجم گرفتن از چربی سوزی سخت‌تر و زمان برتره. همچنین برنامه غذایی حجم دهنده شامل مواد غذایی پرکالری و مضر نیست، پس خبری هم از بیماری‌های افراد چاق نخواهد بود. حالا بریم سراغ برنامه غذایی افزایش حجم سالم. اولین وعده که از خواب شبانه بیدار میشید ناشتاست. برای ناشتا 5 تا 8 عدد خرما با 1 لیوان آب میوه طبیعی میل کنید. این کار باعث میشه ذخایر کربوهیدرات بدن که طی خواب شبانه خالی شده سریعتر از هر چیزی پر بشه. دومین وعده صبحانه: 3 عدد تخم مرغ، البته نیمرو با روغن زیتون یا کنجد باشه بهتره، به همراه 150 گرم نان سبوسدار و 1 عدد موز رسیده و 1 لیوان قرص جوشان ویتامین C. وعده بعد میان وعده صبح که ترکیبی از 100 گرم آجیل و 1 عدد سیبه. میرسیم به نهار: 15 قاشق برنج به همراه 6 قاشق خورشت یا 1 عدد ران مرغ یا 1 عدد تون ماهی به همراه 1 پیاله ماست یونانی میل کنید. اگه خواستید به غذاتون تنوع بدید، میتونید 12 قاشق ماکارونی به همراه 1 پیاله ماست یونانی میل کنید. وعده بعد که میان وعده بعد از ظهره 100 گرم کره بادام زمینی به همراه 1 قاشق عسل و 1 قاشق کنجد ترکیب کنید و میل کنید. برای وعده شام 1 کاسه عدسی که 1 سیب زمینی متوسط آبپز رو داخلش رنده کردید به همراه 1 قاشق سبوس گندم یا برنج که داخلش مخلوط می‌کنید میل کنید. از سبزیجات کنار غذا غافل نشید. و اما مهمترین وعده برای افزایش حجم سالم وعده‌ای نیست بجز وعده قبل از خواب. 50 گرم شیر خشک را در 1 لیوان شیر پرچرب بریزید و کاملا هم بزنید و با مقداری پودر جوانه گندم مخلوط کنید و میل کنید.
این کار باعث میشه بدن تا صبح در حالت هایپرتروفی قرار داشته باشه و از کالری عالی که بهش میرسه به همراه پروتئین و مواد معدنی بی‌نظیر تا خود صبح وزنگیری سالم ادامه داشته باشه. حالا یه نکته مهم، خیلی از لاغرا اشتباه میکنن و وعده حذف میکنن چون فکر میکنن معده‌شون جا نداره. ولی باید حجم وعده ها رو کم و تعدادشون رو زیاد کنی. یعنی به جای 3 وعده 6 وعده کوچکتر بخوری. هم هضم راحت تره، هم بدن همیشه در حال عضله سازیه. و یک اشتباه دیگه، نترس از چربی خوب. چربی‌های خوب مثل مغزها، کره بادام زمینی و روغن زیتون باعث میشن کالری بیشتری بگیری بدون اینکه حجم بیشتری غذا بخوری. و در آخر اگه میخوای واقعاً حجم بگیری، باید این برنامه رو حداقل 2 هفته بدون وقفه اجرا کنی. از همون روز اول تغییر رو حس میکنی، انرژیت میره بالا و تو آینه متوجه میشی بدن داره شکل میگیره. اگه این ویدیو برات مفید بود، سابسکرایب و لایک کن تا ویدیو بعدی که درباره ترکیب تمرین و تغذیه برای رشد سریع عضله است و از دست ندی. من محمدم و قراره با هم بدنی بسازیم که بهش افتخار کنیم.